سلام بر شما، وقت بخیر. امیدوار هستم همتان جور و صحتمند باشین، لباس عافیت بر تن داشته باشین. باز هم خوش آمدین در برنامه خودتان، برنامه رسم زندگی، و انشالله که با یک دستاورد خوب روزتان را تا این دم سپری کرده باشین و برای هر یکتان از خداوند عزت سربلندی خواهان هستم. انشالله که لحظاتتان آنچنان براتان خوشایند باشه و از لحظاتتان آنچنان استفاده خوب داشته باشین که یک روز خوب را در کتابچه خاطرات زندگیتان ثبت کنین و تا پایان روزتان پر از دستاورد سپری شود. و باز هم امروز در برنامه خوشبختانه مهمان خیلی گرامیه با آقای پوهندوی اکبر جان آرزومند، استاد دانشگاه، در خدمت شما ایزان قرار داریم و در مورد اهمیت و فواید تاریخ در جوامع بشری و دوره معاصر از استاد بیشتر در این مورد میشنویم. شما هم اگر دوست دارین در برنامه‌تان سهم داشته باشین و یا هم موضوعات را که میخواین با ما شریک بسازین و همچنان نظریات خود را با ما شریک بسازین، میتونن که در برنامه تماس بگیرین. 020 1093 شماره تماس برنامه، پل ارتباطی میان ما و شما هست. زمانی که تماس بگیرین یک موقعیت خوبی را بر خودتان اختیار کنین تا صدای شما عزیزان را ما با درستی در برنامه با خود داشته باشیم. اما قبل از صحبت‌های ما با جناب استاد بسته معلوماتی را آماده نشر ساختیم، میریم ما هم یک جا تماشا میکنیم. اهمیت و فایده تاریخ بر زندگی انسان‌ها. انسان تاریخ را آینه‌ای می‌بیند ویر هزاران سال سرگذشت پرکشاکش حیات، اندیشه و تحول را به او نشان می‌دهد. او می‌کوشد از تاریخ، حال یا جامعه و فرهنگ و سیاست دیروز معیارهایی را بجوید برای احوال و اعمال امروز. همین معنا یعنی پند و عبرت از تاریخ گذشته مشهورترین هدف و فایده ای است که مورخان اسلامی به طبع آیات قرآنی برای تاریخ برشمرده‌اند. تدوین تاریخ ترسیم سرگذشت حیات و فرهنگ یک قوم و ملت است. در این رهگذر زمینه‌های پیدایش، بستر حرکت، عوامل و موانع آن، پدیده‌ها و حوادث، علل تعالی یا انحطاط، تأثیر و تأثرها، چگونگی روابط و سایر شیون و مظاهر زندگی، فرهنگ و سرنوشت آن ملت و قوم توسط یک مورخ به تصویر کشیده شده و در معرض اندیشه، کنکاش و مطالعه انسانها و به ویژه فرزانگان و اندیشمندان قرار می‌گیرد. تاریخ از مجرای ذهن تاریخ نویس می‌گذرد و هر قدر هوش و دانش او زیاد باشد، باز تاریخ را از دریچه دوران و شخصیت خویش می‌بیند. بنابراین تاریخ نگار همواره بینش خاص خود را دارد، اما هرگز کل حقیقت را در نمی‌یابد و شیوه وی در دوره‌بندی تاریخ همواره دست کم تا اندازه فراورده ذوق ویژه او است. به این معنا تاریخ کلاً به همان میزان که علم است، هنر نیز است. به ویژه وقتی که مورخ از حد گزارش صرف وقایع و داده ها بگذرد و به تعبیر آنها بپردازد. تاریخ بشر سرگذشت خانواده بسیار بزرگی است که جامعه شهری نامیده می شود. ما در تاریخ با زندگی مردم آشنا می شویم که در دورانهای مختلف با عقاید و آداب و رسوم گوناگونی زندگی می کردند و هر کدام یادگارهای از خوبی و بدی، آبادانی و ویرانی باقی گذاشتند. اهمیت تاریخ در جوامع بشری در دوره معاصر موضوع برنامه هست که در این ارتباط بسته معلوماتی را با هم یک جا تماشا کردیم و بدون شک تاریخ گذشته که ما داریم و همون سرنوشتی که سپری کردیم تا حالا چقدر میتونه که روی زندگی امروزی ما، روی دوره معاصر تاثیرگذار باشه، روی اقتصاد ما، روی نظام ما، روی سیاست ما، و ای که چقدر ما تا حالا تونستیم از گذشته های ما درس داشته باشیم، درس بگیریم و همچنان بتونیم از تاریخ چند هزار ساله‌ای که قدامت بیشتر از 5000 ساله را داره استفاده خوب داشته باشیم و همچنان درس خوب بگیریم که حالا نظام خوب را در زندگی ما، در جامعه امروزی ما بیشتر حاکم بسازیم. بیشتر صحبت ها را در این ارتباط از استاد میشنویم. شما هم ما را همراه باشین. سلام استاد، وقتتان بخیر، بسیار زیاد خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. ما با اجازه شما و بزرگان مسئولین تلویزیون خورشید در قدم اول البته احترامات تقدیم میکنم و ما بسیار افتخار دارم که در موضوعات مهم تاریخی که واقعا در اکمال و ساختار نظام
با تمام مردم کمک میشه، وسیله همه جانبه که با دولت و حکومت ما کمک کنیم که اصل تاریخ چی است، از کدام نکته ما شروع کنیم، چند دوره بوده شروع کنیم. بسیار خوب. بفرمایید ناصر. در قدم اول البته تاریخ چی است؟ تاریخ به شکل از اشکال مختلف تعریف شده، ولی اصلی تاریخ علمی است که از فعالیت گذشته بشر با تحلیل اوضاع اقتصادی، سیاسی، کلتوری، فرهنگی، ادبی، عقیدتی، زبانی در تمام آن مراحل و دوره‌های رشد و تکامل با قید زمان و مکان بحث میکنه و با ما حوادث که ثبت میکنه، بیان میکنه تا از جهتهای منفی جدا خودداری کنیم و در جهتهای مثبت باید کار کنیم. و در طول تاریخ 5000 سال که شما یادآور شدین، 5000 سال و قبل از او هیچ محدود، یعنی دوره اول دو مرحله داره که قبل از میلاد است، بعد از میلاد است. و قبل از میلاد البته تاریخ نبود، تحریر نبود، نوشته نبود، الفابت نبود. روی همین منظور حوادث ثبت نشده که 3300 قبل از میلاد، بعد از 3/395 این دوره باز مرحله دومشان ثبت شده. در این عجیب و غریب حالتهای بشر بوده، ابزار کار، وسایل کار بسیار ابتدایی بوده و بسیار از لحاظ حوادث طبیعی بسیار با مشکلات مواجه می شدن و در بین خود بشر هم چون یک نظم یا قانون منظم نبود، مشکلات نهایت زیاد داشت. بعدا در دوره دوم باز از 395 تا 1453 میلادی باز جوامع بشری در سطح جهان رشد کردن، منظم ساختن، جمع کردن، خود با هوش آمدن، هوشیار شدن. ولی متاسفانه ما در سرزمین خود همیشه در جنگ و در مسائل تضادهای عجیب و غریب که قابل قبول نبودن، منطقا او باید نمیشد که فعلا هم خوار و زار هستیم، بدبخت هستیم. و بعدا دوره وسطی باز به جدید تبدیل میشه، از جدید از 1453 تا 1492 تا 1789 میلادی جدید، دوره جدید، ابزار کار، وسایل کار، نظام، ساختار نظام، حرکت های اجتماعی، حرکت های جنبش آزادی بخش ملی که واقعا به خاطر آزادی استقلال خود تلاش کردن. و بعدا دوره معاصر شروع میشه که از 1789 یعنی انقلاب کبیر فرانسه که اکثریت کشورهای اروپایی صنعتی شدند، انقلاب صنعتی بود. ولی ما باز هم اعظمی جنبش آزادی بخش بی بهره نبودیم. در داخل سرزمین ما هم حرکت های روشن فکره موجود بود، حرکت های روشن بود، ولی متاسفانه با زود از طرف دشمنای خارجی و داخلی سرکوب شده و تا امروز هم به شکل از اشکال مشکلات داریم، از لحاظ اقتصادی با پای ایستاد نشدیم. و گرچه افغانستان قلب آسیا، قلب جهان از لحاظ بیزنس و تجارت و اقتصاد محسوب شده، ولی متاسفانه چند نکته است که دایی باید تذکر داده شد از لحاظ موقعیت و موقف جغرافیایی حوادث تاریخی که در طول چندین هزار سال تیر شده و حتی 4000 و چند صد سال تنها برنامه راه ابریشم تیر شده. مثلا اگر ما یک راه ابریشم به نرمه استاندارد بین‌المللی می ساختیم، ولی هیچ انسان، هیچ فردی در افغانستان بی خانه، بی نان و بی لباس نمیماند. ولی هم تقریبا 4.5 میلیارد دلار، تقریبا 18-19 سال میشه که جهانیا، بانک جهانی، ملل متحد در نظر گرفته. ولی ما فقط از ما چی میخواه؟ فقط دمی مسیر امنیت میخواه. اگر امنیت درست شد به نرمه استاندارد بین‌المللی برای ما راه ابریشم دوباره بسازی میکنه که او تقریبا تا 50 تا 100 سال گارانتی میباشه. و در این رو کارگر ما، انجینر از ما، متخصص از ما و هر کیلومتر به امتداد هر کیلومتر شهرک، مارکت، بازار، تفریحگاه و کشلک یعنی فامیلیا به خاطر کار و دمیره امنیت که میگیره، محافظت که میکنه و خدمت که میکنه، مامورین فنی و غیر فنی، این تقریبا در حدود کم و بیش 1 میلیون مردم مصروف میشه. و دیگه نکته مهمی در دوره معاصر که ما اگر داخل کنیم خدا، او ریل است، خط ریلوی است، خط آهن است که او باید 4 دروازه جهان ما کنکشن کنیم، وصل کنیم که از شمال تا جنوب، از غرب تا شرق. این به این معنی تنها در داخل افغانستان نیستند. مثلا به شمال
با کدام سو؟ ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان تا اروپای شرقی و غربی و از راه غرب باز ایران و کشورهای عربی و از اونجا باز میشه که تا استرالیا شو و از جنوب شرقی بحر هند است تا امریکا. این برای تمام جهانیا بیزنس و تجارت از راه افغانستان مهم است. حتی محاسبات تاریخ نویسان نوشته کرده که در یک روز 2 میلیون از خارج در افغانستان دخول میکنه، یعنی به خاطر یا سیاحت یا بیزنس یا تجارت، چی ترانسپورتیشن زمینی و چی هم هوایی، این 2 میلیون که داخل میشه. این 3 وقتا نان کار داره، این ویزا کار داره. یعنی اگر روزی هر فرد ما $300 محاسبه کنیم تقریبا میلیاردها دلار میشه. و یک نکته دوم، فضا اگر رادار قوی داشته باشیم و هم جهان برای ما میسازه و تن هم امنیت میدان های هوایی که جلال است، هرات است، مزار است و کابل است، کندهار است، این را باید تامین کنیم. دقیقاً. خب استاد صحبت های خیلی خوب و همچنان مرور داشتیم بر تاریخ گذشته، اما صحبت هایی که باقی مانده بعد از یک وقفه کوتاه میشنویم. با شما هستیم دوستای عزیز و در ادامه برنامه قرار داریم. استاد میشه که در مورد مسائلی که شما صحبت میکردین ادامه صحبت هایتان رو بشنویم. خود در دوره معاصر گفتم که 4 دروازه جهان ما هستیم. جهان نیست، ما 4 دروازه جهان هستیم. قلب آسیا هستیم، جهان هستیم از لحاظ بیزنس و تجارت و ای که موقف راه ابریشم چی است از لحاظ موقعیت جغرافیایی اقتصادی و خط آهن و در پلوی باید رادار قوی داشته باشین. فضای هوایی هم که تقریبا هر طیاره $500 تقریبا محاسبه شده تا $3,500. هر طیاره که از راه فضای افغانستان تیر میشه باید تکس بده. امی اگر رادار قوی داشته باشیم ما از اینجا با میلیاردها دلار جمع میشه. یعنی ما یک کشور غریب نیستیم، تنها اراده ما غریب است و ما قطعی اراده باید داشته باشیم، قطعی تصمیم بگیریم، پلانیزه کنیم و پلانهای ما باید به شکلی از اشکال از 1 سال گرفته تا 5 سال و تا ماستر پلان تا به اهداف استراتژی با طویل مدت باید پلانهای تدبیری و تطبیقشان باید نظارت شود. یعنی در مجموع یک تیم واحد در سطح مملکت باید ما منافع ملی در نظر بگیریم، نه منافع شخصی، نه گروهی، نه سمتی، نه نژادی، نه زبانی نه غیره. نو بنان این بخش دیگه که است، مثلا در 5 سال اول اگر ما واقعا میخواستیم در 18 سال باید پایه برق باید در کل افغانستان باید میرسید. ما مشکل داشتیم که از این را باشه، از او را باشه، ولی وقت مضایع شد و دیگه خط آهن هم باید تکمیل میشد و در پلی باید رای ترانسپورتیشن که رای ابریشم است هم باید تکمیل میشد و میدان هوایی باید بسازی میشد به نرمای استاندارد بین‌المللی که تماما پول مفت و بدون قید و شرط جهانیا ملل متحد میداد. متاسفانه تا فعلا در حالت انتظار مانده. میگذاریم از اینکه دوره معاصر چی میخواد. در دوره معاصر در دوره فرقش در است که در دوره گذشته مسائل طایفه بوده، قوم بوده، قبیله بوده و اقوام بالاخره ملت. در دوره معاصر در سطح جهان ولی موضوعات طایفوی، قبیلوی، قومی ایرا دیگه به آخر نکته رسنده، با مسابقه یک ملت کار میکنه. یعنی افغانستان هم اگر میخواد که از لحاظ اقتصادی زیربنا اقتصادی ما تقویت شود، با مسابقه یک ملت واحد و متحد با یک قوت باید تماما پلان ها را باید تطبیق کنیم و اطاعت کنیم از قانون اساسی اگر کم و بیش به حساب تعدیل اگر کمی و کستی داشته باشه ولی بهترین قانون اساسی در سطح منطقه و جهان است، باید از امی درست پیروی کنیم. یعنی ما امی در مجموع که 200 و چند تنظیم و سازمان و یا هم انجمن‌ها 2700 انجمن، این کل ما میگیم راه مقدس است، اساسنامه بسیار مقدس، مرامنامه‌شان بسیار مقدس، برنامه بسیار مقدس، هر کدام مسائل وطنی را طرح کرده، ملی را، اسلامی را، قرآنی را، لیکن چرا یکی نمیشیم؟ امی تمام رهبر یک جای شوه، یک سراسری یک قوت، یک سازمان ایجاد کنه که از ملت نمایندگی کنه. ولی اگر وا میخوای که ما از ملت نمایندگی میکنم دیگهش میگه ما میکنم، این غلط به این خاطر است که هر کدامشان اگر وظیفه بتیم یک ولسوالی را امنیت گرفتن نمیکنه. بله باید یک مشت واحد با مسابقه یک ملت کار کنیم. دوره معاصر میگه اگر یک ملت نشوین نابود میشین.
بنان در دوره معاصر اگر ما ملت شویم، صدای ما، آواز ما، قوت ما یکی باشه، ملل متحد جهانی برای ما توجه میکنه و از لحاظ اقتصادی کمک میکنه، زیربنای اقتصادی ما با پای ایستاد میشه. یعنی ما باید یک کشور صنعتی صادراتی باشیم، نه وارداتی. صادراتی به این معنی گاز خود از خود داریم، نفت از خود داریم و ثروتای زیرزمینی نهایت زیاد داریم که دیگه کشورهای همسایه نداره. ولی متاسفانه ما باید اول خود جمع کنیم، با هوش بیاییم و هوشیار شویم که دشمنان در طول تاریخ چقدر بین ما تفرقان داشته، به اتفاق ساخته، ولی باید با دشمن باید دندان شکن جواب بدیم، در بین خود باید مصروف نشویم. واقعا نکات خیلی خوب را استاد شما اشاره کردین. همیشه داد ما، فریاد ما از این بوده که ما در افغانستان یک کشور غنی هستیم، یک کشور ثروتمند هستیم و یک کشور هستیم که هنوز نتونستیم از منابع طبیعی خود، از منابعی که افغانستان داره استفاده کنیم متاسفانه. ولی چقدر فقر علم و دانایی که ما در افغانستان داریم، هنوز تحصیل ما، همو دانش ما به اون سطح نیست که ما بتانیم از منابع خود افغانستان، از همو کشور غنیمندی که داریم در افغانستان هستیم، بیشتر خود ما استفاده داشته باشیم و طریقه استفاده کردنش را خوب بدانیم، مثل کشورهای دیگه که خودکفا هستن و از منابع خود کشورشان استفاده میکنن. چقدر میتونن نقش تعلیم، تحصیل، علم و دانش بیشتر به خاطر اینکه یک افغانستان باثبات داشته باشیم، یک افغانستان خودکفا داشته باشیم و سر پای خود استاد شود، چقدر میتونه که نقش داشته باشه؟ بیشتر از شما بشنویم. تشکر. در این موضوعات البته ما باید با معاهدات سرحدی افغانستان که چقدر متضرر شدیم، چقدر در انزوا رفتیم عبرت شود. مثلا معاهده سرحدی در 1893 دویران بوده، در 1893 معاهده سرحدی پامیر بوده، در 1884-85 معاهده سرحدی ریجوی بوده، در 1858 یا هم 1879 معاهده سرحدی گندمک بوده و یا هم در 1251 هجری شمسی معاهده مکمهان بوده و در 1934 میلادی باز معاهده فخری بوده. این در هر کدامش افغانستان بزرگ قیچی شده، از هر طرف قیچی گرفته شد، یک موش مانده. و ولی اموی برد شوه که مثلا هند بزرگ امروز از ما رفته، بنگلادش رفته، کشمیر رفته، پاکستان امروز رفته و پنجده بخارا و سمرقند، پامیر بلند و واخان و درواز و شغنان و برک، این مناطق خورد است ولسوالیه. او طرف بزرگترین سرزمین از دست دادیم و امی چرا قیچی شده؟ هر وقت که در افغانستان جنگ داخلی بوده، جنگ قومی بوده، طایفوی بوده، سمتی بوده، نژادی بوده و به خاطر زمین و منافع شخصی داخلی پرابلم پیدا شده، مشکل پیدا شده، تباه شده. بنابراین ما میگیم که از امی جنگی داخلی، از امی حالتهای سازمانی سیاسی و چند هزار انجمن اتحادیه و شوراها و چی که در افغانستان است، نظر به قانون باید قانون نظارت شود، قانون باید قید شود تا که واقعا یک سازمان، یک قوت واقعی که نمایندگی از مردم نکنه وقت نتبرشن. و دیگه موضوع که از سر اقتصاد باید شروع کنیم. اقتصاد باید طوری باشه که مثلا ما میگیم که یک کارخانه، یک فابریکه میایم، مواد خامشان هم از خود ما باید باشه، نیما پروسس شدهش هم از ما باشه، پروسس شدهش هم از ما باشه، مواد پختهش هم از ما باشه. وقتی که تولید میشه نظر به تقاضا و عرضه بازار و مارکت باید نهایی شود. یعنی امو فرمول پول کلا کلا، پول کلا فلا، پول کلا این لباس نیست، این امی مواد است که پروسس میشه، تولید میشه، نظر به عرضه و تقاضای مردم با بازار خود ما و در منطقه و جهان تقدیم میشه، مقایسه میشه، کیفیتش و کمیتشان در نظر گرفته میشه، محاسبه میشه. متشبثین خصوصی و تاجر و کسایی که در سکتور خصوصی کار میکنه از لحاظ اقتصادی و دولتی، این در مجموع در یک تعادل، در یک بالانس، در یک متوازنه باید قرار بگیره و این باید نظارت شود. ما همه چیزا داریم ولی متاسفانه تمام روز حرف زدن است و با گذشته میریم ولی پیشرفت نمیکنیم. دوره معاصر میگه تکرار نکو حوادثه. اگر تکرار حوادث میکنه تاریخ میگه اگر تو بازم با تکرار حوادث میری،
خود نابود میسازی، خود ریشخند میسازی، خود در انزوامت مردم جهان و منطقه هیچ سر تو باور نمیکنه. مثلا فعلا ملل متحد بعضی مسائل داره از خود، حقایق همینطور است که انتظار داره که چی وقتی جمع میکنه خود همین نظام تا چی وقت به اکمال، نقطه اکمال میرسه. نظام تا چی وقت در حساب تشکل و ساختار کادرهای ورزیده پاک صادق مخلص نصب میکنه. یعنی کادرهای با تخصص باشه، با مسلک باشه، با علم باشه، نه به حساب تنظیم، نه به حساب سازمانی، نه به حساب قومی طایفوی. در هر ولایت، در هر رشته که متخصص ما داریم انرژی داره، استعداد داره، لیاقت داره و لیاقتشان در منطقه و جهان خط تثبیت است. ما قبلا شما اشاره کردیم که ما کادرهای ورزیده نداریم، ما کادرهای ورزیده داریم، استادای داریم، دکترا داره، پروفسور هستند، حتی میتونه که استخراج و منابع طبیعی با شکل خودش با پلان مشخص با پلان تدابیری استخراج کنه، منظم کنه، ولی با اختیار نداده تا فعلا. بله، اما شرایط ناگواری که داریم سبب شده که ما نتونیم از منابع خود افغانستان استفاده داشته باشیم و یک کشور خودکفا باشیم. زنده و سلامت باشین. جهان سپاس، حضور خیلی خوبی داشتین و همچنان بحث خیلی خوبی داشتین. در اخیر هم اگر گفتنی داریم بفرمایید. تشکر. خیر ببینی، ما اگر امکانات باشه در تلویزیون شبکه خورشید، ما قلبا ممنون هستم که همیشه با موضوعات مهم رسم زندگی ما را میخواه. ولی اگر امی دوره معاصر که احمد شاه بابا شروع کرده این را اگر توضیح شو که بعد از این چرا به انزوا رفتیم، باز یک نظام خوب روشن پیدا شده با وجود آمده است، ساختیم باز انزوا، باز نظام خوب، باز انزوا. امی تشریح شو این عبادت است، هم با شما، هم با شبکه تلویزیون خورشید، هم با مردم ما، هم با جوانان و مسئولین ما. دقیقاً استاد، ما کوشش میکنیم ان شاءالله برنامه‌های بعدی هم شما را با خود داشته باشیم و ادامه بحث را دنبال بکنیم با شما. زنده و سلامت باشین. و دوستای عزیز، این بود داشته های برنامه امروز رسم زندگی که تقدیمتان کردیم. ما همه روزه موضوعات را روی بحث قرار میدیم تا بتونیم اندک معلومات شما هم بیشتر شود و بتونیم موضوعات را که ما روی بحث میگیریم مشکلات شما هم کاسته شود. تا برنامه بعد و دیدار بعد که باز هم در خدمت شما ایزان قرار میگیریم، شما را به خداوند پاک میسپاریم. لحظات اوقات خوش داشته باشید.